سلام، تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چطوری با استفاده از پلاگین های ویدایکیو و تیوب بادی سئو 100% برای ویدیوهای یوتیوبتون بزنید. همراه ما باشید. سلام، من سیاوشم و اینجا هم کانال 3 تا پیازه. تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدیم که چطوری از پلاگین های تیوب بادی و ویدایکیو استفاده کنید. زیر یکی از پستایی که من قبلا راجع به یوتیوب براتون نوشته بودم ازم سوال کرده بود که این افزونه رو دارید ولی 3 تا هشتگ بیشتر بهتون پیشنهاد نمیده. چطور باید از اون استفاده بکنیم و سئو خوبی بزنیم. ما قبلا 2 تا ویدیو براتون ضبط کردیم راجع به اشتباهات یوتیوبر و بایدها و نبایدهایی که باید انجام بدید. به ترتیب این بالا 2 تاش براتون میاد که اگر ندید اونها رو حتما ببینید و روی هر 2 تا ما به یه نکته رسیدیم که مهمترین اونها سئو. هنوز خیلی از کاناله که میان برای من کامنت میذارن، من بازدیدشون میکنم و اونها من رو سابسکرایب دارن و من اونها رو سابسکرایب دارم، سئو استفاده نمیکنم. توی این ویدیو همراه ما باشید تا بهتون خیلی راحت و ساده یاد بدیم که بتونید سئو بزنید و سرچ یوتیوب بالاتر نشون داده بشید تا بتونید ویدیوهاتون بازدید بیشتری بگیره، بدن نتیجه واچ تایم بیشتر، به درآمدزایی رسیدن و بعد اون درآمد بیشتر. همراه من بیاید روی سیستم. من الان اینجا به عنوان مثال میخوام یک ویدیو آپلود بکنم که سعی میکنم یک ویدیو کوتاهی آپلود بکنم که حجم زیادی نداشته باشه. اول از همه که شما یک متن آماده حتما برای قسمت دیسکریپشنتون از طریق تنظیمات کانالتون داشته باشید و از قبل نوشته باشید که این متن آماده میتونه عنوان ویدیوتون باشه، توصیه به سابسکرایب کردن کانالتون باشه، متن ویدیویی که دارید آپلود میکنید و معرفی چند تا ویدیو که توی اون و معرفی چند تا ویدیو مرتبط و یا پربازدیدتون و بعد لینک سوشیال همون رو من اینجا گذاشتم و 3 تا از پلیلیست های مهم و پربازدید رو. این رو حتما سعی کنید از قبل داشته باشید که برای هر پست وقتتون رو نگیره. حالا ببینید من چطور به این نتیجه رسیدم. آخر پستی که من اینجا آپلود کردم بازدید از خانه پیرنیاز، همونجوری که این بغل میبینید من سئو 100% از تیوب بادی گرفتم و اگر روی رنک تگ کلیک بکنم میبینید که 20 تا تگ هست که من توی اون رتبه دارم. حالا این یکی از دلیلش اینه که من راجع به جایی با ویدیو گذاشتم که آنچنان دیده نشده و خیلی معروف نبوده و دومیش اینه که خیلی خوب سئو زدم. اگر برین ویدیوهای گردشگری قبلی منو ببینید مثل کوچه بادودک‌های کوچه چتری، با این چیزی که توی تهران خیلی هست و من خودم توی یوتیوب سرچ می‌کنم مشابهش به شدت هست، ولی باز هم من رتبه گرفتم و سئو بالایی تو اون دارم. حالا چطور به این برسیم؟ قبل اینکه ویدیو رو آپلود بکنید اصلا نیازی نیست که شما توی این قسمت روی هشتگایی که پیشنهاد میده که الان میبینید که هیچ پیشنهادی نداره به خاطر که من هیچ عنوانی ننوشتم. خب اگه من اینجا بنویسم سئو یوتیوب، اولین نکته که باید بهش توجه داشته باشید اینه که عنوانی که روی ویدیوتون میذارید و حتما در اولین خط دیسکریپشن تکرار بکنید. این توی سئو خیلی کمک میکنه. همونجوری که اینجا دارید میبینید ما فعلا سئویی که رتبه گرفتیم 0. این رو با کمک نرم افزار ویدایکیو میتونید هر لحظه از تغییر متنتون داشته باشید. حالا ما این متن رو کپی میکنیم، عنوان رو اینجا مینویسیم، متن مینویسیم. در این ویدیو بهتون توضیح میدیم که چگونه سئو یوتیوب خوبی داشته باشید و که منجر به افزایش بازدید از سرچ یوتیوب بشه. حالا تا همینجا به عنوان مثال کافیه. حالا میایم پایین و شروع میکنیم به
تگ زدن راجع به این. همونجوری که می‌بینید، همونجوری که ما عنوان رو نوشتیم اینجا خودش اومده 3 تا هشتگ اصطلاحاً به ما پیشنهاد داده. حالا ما اینجا خودمون تگ میزنیم سئو یوتیوب افزایش بازدید، یوتیوب افزایش بازدید از سرچ یوتیوب. همونجوری که میبینید با هر هشتگی که من دارم مرتبط میزنم اینجا یک ریتی به این ویدیو ما میده و این ریت همینجور که شما تا 500 کاراکتر میتونید هشتگ بزنید، یوتیوبر شدن، افزایش بازدید، مثلا کنید ما الان این رتبه رو به 23 رسوندیم. حالا نمیخوام خیلی ویدیو رو طولانی بکنم، زودتر بریم سر اصل مطلب و همینجور شما میتونید با زدن سئوهای مرتبط رتبه سئوتون رو تا 100% ببرید بالا. حالا چه چیز دیگه رو باید رعایت کنید؟ برمیگردیم به آخرین ویدیو من. شما اگر اینجا روی این افزونه تیوب بادی تو قسمت درصدی که بهتون نشون میده وایسید، بهتون میگه که باید چه کارهایی انجام بدید تا رتبه خوبی توی سئو یوتیوب بگیرید. اولین چیزی که نوشته اینه که تگ هایی که توی تایتل، عنوان و دسکریپشن استفاده میکنید، یعنی کلماتی که هم توی تایتلتون ازش استفاده کردید و هم توی دیسکریپشن ویدیوتون ازش استفاده کردید. پس خیلی مهمه که عین اون عنوانی که اون بالا نوشتید رو پایین توی خط اول بنویسید. نکته دوم اینه که نوشته تگ هایی که ازش استفاده کردید و توی تایتلتون بوده، یعنی کلماتی که توی تایتل استفاده کردید و اون اسمی که به عنوان ویدیوتون گذاشتید و حتما به عنوان هشتگ اول، تگ اول توی ویدیوتون استفاده بکنید. نکته سوم یه تگ هایی که استفاده کردید و توی دیسکریپشن هست. اگه شما برید توجه کنید تو ویدیوهای من معمولا موضوع ویدیو رو توی چند مدل خاص، چند جمله بندی خاص می‌نویسم تا بتونم با همین کلمات توی قسمت تگ هام و توی سرچ یوتیوب بالا بیام. نکته بعدی که داره اینه که کلماتی که توی دیسکریپشنتون استفاده کردید که توی تایتلتون هم بوده و کاراکترهای خود تگاتون. حالا من میام پایینتر، این افزونه تیوب بادی میام پایینتر ویدیو کیو هم ببینیم. این الان به من نمره 70 از 100 داده و هم الان اگر روی این هم وایسیم، تنها اشکالی که از این ویدیو گرفته اینه که تگ ولوم یا ارزش اون هشتگی که من استفاده کردم بالا نبوده. اونم به خاطر اینه که خب من از یه جای تاریخی رو نمایی کردم، یک ولاگی گرفتم که آنچنان سرچی توی یوتیوب نداره. یه نکته رو نباید فراموش بکنید که مهمتر از سئو عکسی که شما روی ویدیوتون قرار میدید. به این نکته دقت بکنید که وقتی یک کسی شما رو اون موضوع ویدیویی که شما ساختید رو سرچ میکنه، قبل از اینکه متنتون رو بخونه اون عکس ویدیو رو نگاه میکنه و اگر توی نگاه اول نتونید اون بیننده رو جذب کنید، فقط این پرشن شما رو میاره پایین، یعنی پیشنهاد میده ویدیو شما رو یوتیوب ولی روی اون کلیک نمیخوره و ریتش رو میاره پایین و کمتر به دیگران پیشنهاد میده. هرچی که از ویدیو شما یکی بی تفاوت شه، به همون درصد ویدیو شما رو یوتیوب کمتر پیشنهاد میده. پس حتما فراموش نکنید که یه عکس خوب حتما برای ویدیوهاتون داشته باشید. خب آخرین چیزی که بهتون توضیح دادم راجع به این افزونه ها اینه که اگر این گوشه ویدیو رو مشاهده بکنید، یه قسمت بست پرکتیس توی افزونه تیوب بادی داریم و یک قسمتی هم مشابه همین به عنوان ویدیو اپتیمایزیشن چک لیست توی ویدیو کیو داریم که بهتون میگه چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی انجام نشده. مثلا این ویدیو من توی فیسبوک لاگ نشده، بعد کامنت پینک دارم، به کامنت ها هرت دادم، اکثر کامنت ها رو جواب دادم. همه اینا رو بهتون 0 تا 100 میگه تا بتونید ویدیوتون رتبه بهتری بگیره.
ممنون که همراه ما بودید. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید. اگر سوالی داشتید، نظری دارید و تجربه‌ای دارید توی این مورد، خوشحال میشم که حتما برامون کامنت کنید و اگه به این سبک ویدیوهای آموزشی و گردشگری علاقه‌مندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای بعد.